درود دوستان، به قصه گرد خوش اومدید. امروز دوباره به سراغ کتاب دزیره رفتیم و دومین قسمت از کتاب دزیره رو با هم دیگه مرور و خوانش خواهیم داشت. توی قسمت قبلی متوجه شدیم که داستان از زبون دزیره، یک دختر نوجوان فرانسویه که توی شهر مارسی زندگی میکنه. خانواده مرفهی داره، یک تاجرزاده است. پدرش تاجر ابریشمه. اشرافی نیستن، اما به خاطر جایگاه ویژه‌ای که این خانواده دارن با افراد با جایگاه اجتماعی بالا توی فرانسه در ارتباط هستن. خواهرش ژولی با ژوزف بوناپارت برادر ناپلئون نامزد کردن. ناپلئون یک افسر دونپایه فرانسویه و فقط 22 سال داره. در اولین برخورد در شبی از شبها، زمانی که ناپلئون به همراه برادرش مهمون خانواده کلاری هستن، دیالوگی بین این دو نفر شکل میگیره و کم کم دزیره متوجه میشه که میتونه رویای عاشقانه‌ای رو با ناپلئون بوناپارت دنبال بکنه و به شدت از این جوون ساده که هیچ کدوم از معیارهای زیبایی که احتمالاً دزیره توی ذهن خودش داره رو نداره. نه خوش تیپه، نه قد بلندی داره. تقریبا اگر اشتباه نکنم قد ناپلئون 158 بوده که خیلی کنسله احتمالاً، و صرفاً کاریزما داره. نافذ صحبت میکنه، چشمان گیرایی داره و طوری صحبت میکنه که در واقع دزیره کلاری احساس میکنه که کنار یک رهبر بزرگ قرار گرفته که رویاش رسیدن به عنوان یک مسافر به شهر پاریس نیست، بلکه توی ذهن خودش فرانسه رو داره همرده روم در اوج قدرت خودش میبینه. و زمانی که ناپلئون در واقع در همون شب اول برای بار اول دزیره رو به اسم صدا میکنه، دل دزیره میلرزه و متوجه میشه که عاشق این دختر شده. اما اگر بیایم به بخش جدید توی ادامه کتاب، خیلی زود ناپلئون هم احساس میکنه که دزیره براش یک دختر متفاوت هست و عاشقش میشه و در نتیجه ازش خواستگاری میکنه و پیوند نامزدی بین این دوتا اتفاق میفته. طبیعتا دزیره تمام اون چیزی که میخواد همین هست، اما خانواده کلاری، خانواده دزیره چندان رضایت ندارن اما میپذیرن. عدم رضایتشون هم به این برمیگرده که به لحاظ اجتماعی ناپلئون نسبت به خانواده کلاری ها سطح پایین تری داره، آینده مبهمی داره، مشخص نیستش که چه جایگاهی رو میتونه داشته باشه و چه زندگی رو میتونه برای دزیره فراهم بکنه، با توجه به اینکه اون زندگی مرفهی رو داره اما ناپلئون یک افسر رده پایین در ارتش فرانسه بعد از انقلاب هستش. و اینجا هم اگر دقت کرده باشید توی دیالوگ ها شهروند بوناپارت و شهروند کلاری دارن همدیگر رو صدا میکنن. یک توضیح تاریخی اگر بخوام بدم، این عبارت در واقع بعد از انقلاب فرانسه استفاده می شده و تأکید داره روی برابری و برادری که در واقع اون شعاری بوده که برای پیروزی انقلاب استفاده شده. بریم سراغ خوانش دیگه از کتاب. همچنان در بخش اول کتاب هستیم که زندگی دزیره در شهر مارسی داره اتفاق میفته. تابستان سال 1794 بود. حالا 15 ساله بودم. دیگر آن دختر خجالتی که برای اولین بار با شهروند بوناپارت سر میز شام خانواده من ملاقات کرده بود نبودم. ناپلئون به حضور ثابتی در زندگیم تبدیل شده بود. هنوز هم عجیب بود که او را اینگونه صدا کنم. دیدارهایش از خانه من در خیابان ریپوبلیک بیشتر شده بود و با هر دیدار قلبم انگار بیشتر به او گره می‌خورد. ما نامزد کرده بودیم، رازی که فقط با خانواده‌ام و برادرش ژوزف که حالا با خواهرم ژولی ازدواج کرده بود در میان گذاشته بودیم. آن شب هوا گرم بود و پنجره‌های اتاق پذیرایی باز بودند تا نسیم بندر به داخل بیاید. ناپلئون زودتر از معمول رسیده بود.
یونیفرمش با وجود گرما همچنان تمیز و مرتب بود و موهای تیره‌اش کمی روی پیشانیش ریخته بود. او با اعتماد به نفسی قدم برمی داشت که باعث می شد بلندتر از آنچه بود به نظر برسد و چشمانش که همیشه پرشور بودند وقتی به من نگاه می کردند نرمتر می شدند. او گفت دزیره، دستم را گرفت در حالی که روی مبل دور از نگاه های کنجکاو مادرم نشسته بودم. دزیره، امشب به نظر درخشانتر می آیی. گونه هایم سرخ شدند و چینهای لباس ساده موسولینم را صاف کردم. سعی کردم به نظر آرام بیایم. ناپلئون، تو همیشه چنین چیزهایی میگی. من فقط یک دختر تاجرم، نه یکی از اون بانوان با شکوه پاریسی. ناپلئون خندید. صدایی آرام و گرم که لرزی در من ایجاد کرد. بانوان پاریسی بیش از حد بزرگ شده‌اند دزیره. انگشتانش را دور دستم محکم کرد. اونها صداقت و قلب تو را ندارند. تو دزیره، لنگر من در این دنیای طوفانی هستی. کلماتش قلبم را از شادی لبریز کرد، اما همراه با اندکی ناآرامی. دنیای ناپلئون روز به روز بزرگتر می شد. موفقیتش در تولون برایش ترفیع آورده بود و زمزمه های جاه طلبیش همه جا دنبالش می آمد. برای اولین بار نبود که فکر می کردم آیا می توانم با او هم قدم بمانم یا نه. گفتم از پاریس برایم بگو ناپلئون. امیدوار بودم او را به صحبت بکشانم. به زودی به پاریس میری نه؟ سر تکان داد. چهرهش جدی شد. گفت آره، چند هفته دیگه میرم. کنوانسیون منو برای بحث درباره امور نظامی خونده، اما پاریس فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف دزیره. جایی که خودم رو ثابت بکنم، جایی که فرانسه توانایی هام رو ببینه. نیمه شوخی و نیمه ترسان از پاسخش پرسیدم و من وقتی تو مشغول اثبات خودت هستی چی کار بکنم ناپلئون؟ به من نگاه کرد. نگاهی چنان عمیق که انگار لمسی فیزیکی بود. برایم صبر میکنی دزیره؟ به سادگی پاسخ داد. برایم نامه می نویسی و من برایت نامه می نویسم و وقتی برگردم ازدواج می کنیم و تو کنارم می ایستی وقتی که فرانسه اوج می گیره. می خواستم باور کنم. می خواستم در آینده‌ای که او با چنین اطمینانی ترسیم می کرد غرق شوم. اما صدایی کوچک در ذهنم تردیدها را زمزمه می کرد. آرام گفتم ناپلئون، اگر پاریس تو را تغییر دهد چه؟ اگر کس دیگری را پیدا کنی، کسی که بیشتر مناسب دنیای تو باشد چه؟ اخم کرد. انگار این فکر هرگز به ذهنش خطور نکرده باشد. محکم گفت دزیره، تو نامزدم هستی. قلبم مال توست. هیچ کس دیگری همینجا نیست. پیش از آن که بتوانم پاسخ دهم ژولی وارد اتاق شد. چهرهش از شادی ازدواج تازه‌اش می درخشید. ناپلئون، باید برای دزیره از مهمانی رقص در پاریس بگویی. ژولی این را گفت و کنار ژوزف که تازه به ما پیوسته بود نشست. میگویند با شکوه ترین رویداد فصل خواهد بود. چشمان ناپلئون رقصید. به من نگاه کرد و گفت مهمانی رقص؟ پس تصور میکنم تو آنجا باشی دزیره، در حال رقص با من، هرچند اعتراف میکنم رقصنده افتضاحی هستم. خندیدم. تنش در من فروکش کرد. گفتم باورت نمی کنم. تو بیش از حد از خودت مطمئن هستی که در چیزی بد باشی. او ایستاد و دستش را به سمتم دراز کرد. چالش پذیرفته شد. ژولی با پیانو می نواخت و ما تمرین رقص می کردیم.
ناپلئون مرا به پا کرد و ما در وسط اتاق پذیرایی والسی ناشیانه را امتحان کردیم. قدمهایش واقعا ناشیانه بود، اما خنده‌اش مصری بود و برای لحظه‌ای ترس‌هایم را فراموش کردم. چرخیدیم و تلو تلو خوردیم. دامنم به چکمه‌هایش می‌خورد تا اینکه خسته و خندان روی مبل فرو ریختیم. هنوز دستم را گرفته بود و گفت: دیدی؟ گفتم رقصنده نیستم، اما با تو دزیره اهمیتی ندارد. قلبم از احساس لبریز شد و نزدیکتر شدم. سرم را روی شانه‌اش گذاشتم. قولی به من بده ناپلئون. قولی بده که هر چه پاریس برایت بیاورد به من برگردی. چانه‌ام را بالا آورد و چشمانش در چشمانم کاوش کرد. قول می‌دهم دزیره. سپس مرا بوسید. بوسه‌ای ملایم و زودگذر که مثل یک سوگند بود. اولین بار بود که مرا بوسیده بود و سرم را گیج کرد. انگار دنیا زیر پایم کج شده بود. بعداً وقتی آماده رفتن شد کنار در ایستاد و با پدرم درباره انقلاب و آینده فرانسه آرام صحبت کرد. نگاهش می‌کردم. طرز حرکت دستهایش وقتی صحبت می‌کرد صدای پرشور و مطمئن او را به خاطر می‌سپردم. به خودم گفتم ناپلئون مال من است و من مال او. اما حتی آن موقع هم سایه چیزی بزرگتر، جاه طلبیش و سرنوشتش را بینمان احساس می کردم. آن شب پشت میزم نشستم. دفترچه خاطراتم جلوی رویم باز بود. از ناپلئون می نوشتم، از قولهایش، از اینکه بوسش چطور قلبم را به تپش انداخته بود. اما از ترسم هم نوشتم، ترسی که نمیدانم نامش را چه بگذارم. آیا ناپلئون به قولش وفادار میماند؟ آیا پاریس با سالن‌های درخشان و مردان قدرتمندش ناپلئون را از من می‌ربود؟ فکرم را کنار زدم و به جایش روی یادآوری صدای او، لمس او تمرکز کردم. فعلا نامزد بودیم و این کافی بود. خب دوستان، این قسمت از ویدیوی دزیره به پایان رسید. دزیره داستانیه که قلمش میتونه ما رو تحت تاثیر قرار بده. من که خودم لذت میبرم از اینکه این خوانش رو کنار شما دارم انجام میدم و امیدوارم که تا پایان این 8-9 قسمتی که برای شما در نظر گرفتم کنار من بمونید. ممنون که تا اینجا رو شنیدید. مرسی که لایک میکنید و حتما منتظر نظر شما هستم. آیا قبلا دزیره رو خوندید؟ میدونید که چه اتفاقی میفته و اینکه این تجربه متفاوت برای شما چطور هست؟ تا قسمت دیگه، شب بخیر، خدا نگهدار.